به نام خداوند بخشنده و مهربان. بینندگان ارجمند، بعضی دروغ ها و خرافات چون زیاد تکرار کرده می شود، به گوش مردم خوانده می شود که منتها مردم آن را باور می کنند و در ذهن مردم همچون حقیقت ها جای می گیرد. از جمله چنین دروغ های بافته این اندیشه است که دین به سیاست هیچ علاقمندی ندارد، دین از سیاست جداست، دینداری این یک وظیفه فردی هر یک شخص است. بله، اگر این حرف درباره کدام یک دینی زمینی ساخته بشری باشد، بله میتوان قبول کرد، اما اسلام دینی بزرگ الهی چنین نیست. مگر کسی حق دارد و یا جرأت میکند گوید من سرقانون کشورم را از آن بعضی موادها، بعضی بندهایش را جدا کرده انتخاب میکنم، میپذیرم، اما بعضی دیگرش را نمیپذیرم. البته که این مناسبت با سرقانون، این رفتار از این شهروند قابل قبول نیست. پس اگر تبعیض یعنی جدا کردن به اختیار خود، بعضی را پذیرفتن بعضی دیگر را رد کردن در مناسبت با سرقانون که انسانی نوشته یا انسانهایی نوشته اگر جایز نباشد، چگونه در سرقانونی که پروردگاری خالقی یکتا حکیمی دانا نازل کرده چنین مناسبت جایز باشد؟ متاسفانه این اندیشه غلط را نه تنها در نزد عامه مردم بلکه بعضا در قشر ضیاعی یا روزنامه‌نگاران یا کسانی که منسوب به علم و دانش‌اند دیده می‌شود. از نیرنگ‌های آن ادعایی که می‌خواهند این اندیشه‌های غیر دینی ضد قرآنی در میان مردم پهن گردد این است که میگویند دین چیزی مقدس و پاک است، سیاست باشد چیزی پلید و افلاس، نباید دین را با سیاست آمیخته کرد. یعنی گویا آنها نسبت دین خیلی غمخوار و مشفقند. خب اگر دین چیزی پاک و مقدس باشد، مگر عقل و منطق این را تقاضا نمی‌کند که از این چیزی پاک مردم و جامعه استفاده برند؟ آیا گناه پاکیزگی دین این شده که آن را از عرصه سیاست به حاشیه رانده شود؟ مگر برعکس شایسته نیست از دینی پاک مردم استفاده برند و دولت و حکومت بر تعلیمات والا و پاک این دین جامعه را به راه راست و حلال و پاکیزه راهنمایی کند؟ بله، اگر نه سیاست بلکه سیاستمداران اگر افلاس و پلید شده باشند، در فساد زدگی اگر به حدی رسیده باشند که دیگر آنها را نه دین و نه ایمان اصلاح کرده نمیتواند، بله برای آنها راهی حل این است که دین را از عرصه سیاست خود بیرون کنند، سپس مردم را بر اساس هوا و هوس خود با ظلم و ستم و غارت و خیانت حکومتداری و راهبری کنند. در این صورت نباید گفت دین از سیاست جداست، بلکه سیاستی چنین سیاستمداران از دین دور است. آنها میخواهند دین به رفتار آنها، به سیاستداری آنها دخالت کند، چون اگر دین دخالت کند آنها را از این کارها، از این جنایت ها باز می‌دارد، آنها را محکوم می‌کند. پس بهتر است که سیاستشان را از دین و از ایمان و از فرموده‌های خداوند دور نگه دارند. آنها برای درست نشان دادن کار رفتار خود این نظریه را یا این خرافه را که دین از دولت جداست را اختراع کرده به مردم تلقین می‌کنند. دوستان عزیز، باید دانست که از بزرگترین مرام‌های فرستاده شدن پیامبران و نازل شدن کتاب‌ها برای آنها و تبلیغ آن کتاب‌ها به مردم، مقصد از رسالت‌های الهی برپا نمودن عدالت میان مردم است. پیامبران الهی هم پیغام رسان الهی بودند که پیام پروردگار را به مردم میرسانیدند و عین زمان راهبران جامعه های بشری بودند، سیاستمدار بودند. بیشک این اندیشه که دین از سیاست جداست، دین نباید به کارهای دولتداری دخالت کند، از اندیشه های دینی تحریف شده نصرانیت در عصر میانه منشأ گرفته است. غربیان پس از برخورد طولانی و نزاع شدید با کلیسا و روحانیان به این خلاصه رسیدند که باید دولت بنیاد کنند که از تعلیمات دین کاملا جدا باشد، یعنی دولت دنیوی، به اصطلاح دیگر سکولاری باید سازند. آنها در این عملشان یا در ایجاد این نظریه تا حد معذورن، آنها را یعنی میتوان فهمید، زیرا تعلیمات دین تحریف شده این نصارا با علم و اختراع مبارزه می‌برد، مردم را به ترک دنیا، کاملا دنیا را ترک کردن ترغیب میکرد، فرا میخواند و اختراعگران و روشنفکران به تعلیم روحانیان به بدترین صورت
نابود کرده می شدند، کشته می شدند. پس برای غربیان یگانه راه خلاصی از چنین تعلیماتی تغییر یافته تحریف شده به نام دینی همین بود که دولتی سازند که از تعلیمات دین باید بیگانه و جدا باشد. اما دین اسلام که رسالت آخرین الهی و دستور آن قرآن و سنت که مکمل در اختیار امت باقی مانده است و در این دستور تعلیمات برای همه پهلوهای زندگی انسان موجود است، هیچ حاجتی ندارد مسلمان از این رفتار غربیان اقتباس گیرد و سخن آنها را تکرار کند. کسانی که با دین اسلام به چنین نظر نگاه میکنند، آن را به دینی تحریف شده نصرانیت قیاس کرده، میگن نباید به سیاست دخالت کند. البته این نشانه جهل آنها، ناآگاهی آنها از ماهیت اسلام است. دوستان عزیز، بیایید ببینیم از نگاه عقل و منطق آیا امکان دارد خالق توانا، پروردگار حکیم و دانا برای فرد، برای انسان در الهیدگی همچون فرد برای او تعلیمات، تشریعات نازل کند، گوید فلان کارها را بکن، فلان کارها را نکن، اما همین فرد چون با دیگر افراد جامعه شوند و دولت بنیاد کنند با آنها کار نگیرد؟ آیا عقل و منطق نمیپذیرد؟ البته نه. مگر تشریع برای انسان در حال جامعه بودن و برای اداره دولت مهمتر از تشریعات برای فرد نیست؟ البته که مهمتر است. زیرا فسادی که در نتیجه روی تافتن جامعه از وحی الهی، از تعلیمات پروردگار منشأ میگیرد، به وجود می آید، البته به مراتب بیشتر و خطرناکتر است از آن فسادی که اگر فرد از تعلیمات پروردگارش رو تابد و غافل ماند. اگر گوییم فرضاً دین اسلام به رفتار دولتداران و سیاستمداران کار ندارد و ظلم و ستم و خیانت و غارتی که آنها انجام میدهند نباید کاردار شود، پس فریضه بزرگ اسلام که امر بالمعروف و نهی از منکر نام دارد چی می شود؟ یا این فریضه تنها برای فراشان و فقیران و دهقانان است؟ اصلا گفتن دین از سیاست جداست، بله، ولی سیاست را از دین جدا نکردند. به این دلیل که ما از حضرت خطیب میبینیم که در روی منبر روز نماز جمعه یا روز عید نصف خطبه او درباره دولت و دولتداران است. پس دین از سیاست جدا نبوده. میبینیم که سیاست به دین خیلی کار دارد و خیلی چیزهای دینی را منع کرده، خیلی محدودیت ها در دینداری مردم یعنی تحمیل کرده. اگر سیاست که عبارت از اندیشه های میکاولی و کارل مارکس و امثال آنان است حق دارد به دین و دینداری مردم دخالت کند، حتی دینداری مردم را محدود کند، پس چرا دین که عبارت از فرموده های آفریدگار خالق آسمان ها و زمین است چرا حق نداشته باشد به سیاست که رفتاری از رفتار انسان است دخالت کند و آن را اصلاح کند؟ اگر سیاست که بخشی از روزگار انسان است با تعلیمات پروردگار اصلاح کرده نشود، البته اون سیاست به جز فساد و زیان به مردم چیزی تقدیم کرده نمیتواند. کسانی که میخواهند این اندیشه را به مردم مسلمان تلقین کنند نسبت به آیات زیاد قرآنی و احادیث زیاد پیامبر صلی الله علیه و سلم که درباره آمادگی به جنگ، درباره بستن صلح، درباره تنظیم بازار و اقتصاد، درباره معامله با اسیران و غیره است، این آیات قرآنی را چگونه نظر میکرده باشند؟ از نگاه علمی سیاست شناسی معاصر مگر این گفته ها خود کاری دولتداری و سیاستداری نیست؟ دوستان عزیز، یکی از بزرگترین خصوصیت های دین اسلام و بارزترین نشانه های آن فراگیر بودن این دین است. یعنی همه پهلوهای حیات انسان را فرا گرفته، هیچ پهلو را نگذاشته که به آن تشریع و آداب و احکام نازل کرده. علاوه بر 10 آیه قرآن که اشاره کردیم، ما هر کتاب حدیثی و یا هر کتاب فقهی را کشاییم در آن باب و فصلهای جهاد و اسیر گرفتن و اسیر را آزاد کردن و درست کردن ترازوی بازار و چگونه درآوردن مال به بازار یا به کشور و خراج و انداز و این بابها در فقه و در کتابهای حدیث وجود دارن و ما دچار میشویم. همه این البته رفتار سیاسی و دولتداری و حکومتداری است. دلیل دیگر این که دین اسلام از سیاست جدا نیست پیمان مدینه منوره است. پیامبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که به مدینه منوره هجرت کرده آمدند
با یهودیان که ساکنان مدینه بودند و با دیگر ساکنان مدینه که مردمان مقیم این شهر بودند پیمان مدینه نوشته امضا نمودند. پیمان مدینه عبارت از دستوری بود، سرقانونی بود که شهر را طبق آن باید اداره کرده میشد. این چنین در بندهای این سرقانون شکل مناسبت با قواهای خارجی با شهرهای همسایه تعیین گشته بود. این وثیقه سیاسی و تاریخی را تا امروز در فاکولته سیاست شناسی بین المللی در عالم آموخته می شود. این چنین من و شما میدانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد هجرتشان به مدینه به پادشاهان گرد و اطراف سفیر فرستاده نامه نوشتند و آنها را به دین اسلام فرا خواندند و از شرک و بت پرستی و از ظلمی که داشتند منع کردند. آیا این خود کار سیاسی نیست؟ تبعیض نمودن احکام شریعت، بعضی احکام آن را پذیرفتن، بعضی دیگر را رد کردن، اسلام را و احکام آن را خاص بخش از زندگی، خاص عبادت ها مثلا دانستن، معاملات و داد و گرفت و اداره دولت و کشور را دور از قرآن پنداشتن و تعلیمات الهی را از این بخش ها بیرون نمودن، عیناً همان کاری است که خداوند از یهودیان قصه کرده فرموده یؤمنون ببعض الکتاب و یکفرون ببعض، یعنی آنها به بعضی آیات خداوند ایمان داشتند و بعضی دیگر کافر شدند. آن آیاتی که به نفع آنها بود، برای آنها سهل و آسان بود، آن را پذیرفتند و آن آیاتی که برای آنها گران بود آن را نپذیرفتند. شخص مسلمان می باید بر این عقیده باشد که تعلیمات دین اسلام جوابگوی همه عصر و زمان تا آخر دنیا و جوابگوی همه بخش‌های زندگی انسان است. همه پهلوهای زندگی انسان را میتواند جوابگو باشد و بهترین راه میتواند به تنظیم درآورد. میباید شخص مسلمان بر این عقیده باشد که بهتر از قانون قرآن که قانون الهی است، خداوند یکتا و حکیم توانا و دانا نازل کرده، هیچ قانون بالاتر و بهتر از این قانون بوده نمیتواند. ما در قرآن عظیم و شان آیه هایی داریم که در موضوع سیاست است، در موضوع دولتداری است. بله، و تعالی در سوره النساء فرموده ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. امانا الله تعالی شما را امر میکند که امانت ها را به صاحبانشان برسانید، برگردانید و چون در میان مردم حکمرانی میکنید به عدالت حکم صادر کنید. امام ابن عتیه اندلسی در تفسیر خود المحرر الوجیز زیر این آیه میگوید این آیه کریمه مخصوص راهبران است. این آیه برای وزیران، برای حاکمان، برای قاضیان است. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، باید به عدل حکم صادر کند. امر الهی است، فرمان پروردگار برای راهبران و مسئولان است. امام مفسر طاهر بن عاشور در تفسیر خود میگوید اینجا خداوند عزوجل احکام دولتداری را بیان کرده است. علامه رشید رضا نیز در تفسیر خود میگوید این دو آیت اساس دولتداری اسلامی است. در حفظ و امان خداوند باشید.